درود شنوندگان گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی قصه دتکتیوی قصاص نامه‌نگار روزنامه‌نگار جاوید مقیم. آغاز گفتاری هفتم. من اینجا میخواهم چند معلومات عاید به خاشاکوف پیدا کنم. من سبب کشتار او را تحقیق دارم. شوهر شما شریک تجارتی او بود. همچنین با زن او خویشی نیز داشت. بنابراین گمان میکنم که شما نیز معلوماتی داشته باشید. اصلا از مرگ خاشاکوف یگان ذره غمگین نیستم. نه تنها من بلکه تمام دهه به او نفرت داشتند. او اصلا از همان متهم‌های بود که با یزنش توسط автомات کلاشنیکوف سر قدرت آمد و صاحب جاه و جلال شد. در مرگ شوهر من هم دست او هست. میگویند که با سپارش او شلنگ مایع ترمز را سوراخ کردند و آن چکیده تمام شده است. بنابراین در عقب ترمز نداشته ماشین شوهرم به صدمه دچار شده است. مخصوص سوراخ شدن شلنگ را اکسپرتیز معین کرده است، ولی جنایتکار را کسی پیدا نکرد. پس از مرگ او بیزنسش پوره به دست تبرعلی گذشت. ما حتی یگان خس را از بیزنس شریکیشان گرفته نتوانستیم. تنها یک مغازه و یک طرفخانه که به نام من در دوشنبه بود در دست مانده است. حالا از درآمد اجاره پولی همانها زندگی داریم. البته یک خانه 5 حجرگی که به نام شوهرم در دوشنبه بود برای فرزندان میراث مانده است. حالا در آن دخترم و پسرم که دانشجویان زندگی دارند. شما خانه داشته اید، من باشم اجاره نشینم. برای آرام کردن لطفیه گفت او. چخیل هم تو خانه را فروخته به زنک دادم. آنها کوچیده به روسیه رفتند. زنتان روس بود؟ نه، بیبیش روس. پس چرا کوچیده رفتند؟ اینجا زیستن خطرناک بود. برای من می توانستند به آنها زیان رسانند. بنابراین رسما من از او جدا شدم تا دیگر تشویششان ندهند. شما چرا نرفتید؟ اگر می رفتم شما بر این خانم زیبا را نمی دیدم، گفت نادر. البته لطف می کنید. دور از وطن و خویش و تبار بودن نمی توانم. می گویند که شخص والدان و وطنش را انتخاب نمی کند. بله درست می گوید، ولی باز کس عادت می کرده است. من هم زاده این دهه نیستم. از مرکز ولایتم. اینجا عروس شده آمدم. در دانشکده آموزگاری با شوهرم تحصیل می کردیم و همان وقت با هم ازدواج کرده بودیم. اینک 20 سال است که در همین دهه استقامت می کنم. می بخشید که از موضوع صحبت دور رفتیم. من یک چیز را درباره حیات خاشاکوف فهمیدنیم. او چی شغل غیر عادی داشت؟ او به مثل نوتاجیکان اصلا معیشت را دوست می داشت. وقتی خالیش را به شراب و کباب و دختران می گذراند. به یک معلومات بغیر زنی رسمیش باز 7 زنی جوان داشت. دیگران می گویند که زنهای او از این هم بیشترند. بغیر از دوشنبه باز در مرکز ناحیه و ولایت و حتی در خوجند هم زن داشته است. بار شوهرم گفت که این ناخلف با دختران نابالغ که زیر دستانش می آوردند عشق ورزی می کرده است. شوهر من از این رفتار او نفرت داشت و می خواست بیزنسش را جدا کند. شاید همین باعث مرگ شوهرم شد. آه سرد کشید لطفیه. نادر به اختیار از دست لطفیه گرفت و پنجه‌اش را فشرده گفت تقدیر همین بوده است. از تقدیر گریز نیست. بر سر فرزند انسان هرچی آید بگذرد. بعد چند بدیهه سرخ کمر رسیدند. لطفیه ماشین را در نزد بینای خوش‌طرح دو آشیانه من کرد. آمدیم. فرایید گفت لطفیه. با کجا؟ حیران پرسید نادر. با خانه ما. شما پگاه بر می گردید کو؟ شب اینجا می استید. مهمانداریتان می کنم. گوسفند کشته. یا شما فشار خون دارید و بز می خورید؟ نه، من گوشت گوسفند و بز نمی خورم. به شوخی می گویید؟ شما زیان می آورم نگویید. بز و گوسفند پروا شده هست.
هر وقتی که کمیسی آمد کشته از ضیافت میدهم. بیهوده تشویش نکشید. سالی من پلنگ نی که گوشت را دوست دارم. من به یک لبی نان هم قناعت میکنم. بزو گوسفند را برای کمیسی مانید. من به این گفته هایتان شک ندارم، ولی آیین مهمانداری هست. به هر حال همان چیزی را که شما عادتاً میپزید میخورم. پس باز بهتر. من هم گوشت گاو میخورم. جان یک گوسفند را ایمین داشتید. با لبخند گفت لطفیه. از ماشین فرایید. به خانه میدراییم. نادر از ماشین پایین شده وارد حولی گردید. صحن خانه بتان پوش شده از حولی با قطار گلهای صد برگ جدا می شد. در حولی باشد آبچکاری و درختان گوناگونی میوه‌دار به نظر می رسید. لطفیه او را به مهمانخانه که درش از خانه استقامتی جدا بود هدایت کرد. مهمانخانه نیز از 2 آشیانه عبارت بود. در قبط یکم خانه نشست و در قبط دوم خانه خواب واقع بود. در درآمدگاه مهمانخانه جمک دستشوی می ایستاد. در کرسی می نشینید یا بالای کرپچه؟ پرسید لطفیه و خود باز پاسخ گفت. و فکرم بالای کرپچه پایها را دراز کرده یا آن باش زنید. بهتر. پایهایتان مانده شده است. بله. پس خوب. حاضر پسری خورده من به شما حولی را نشان می دهد، گفت لطفیه و پسرش را جیغ زد. شرف جان، آی شرف جان، لبه یا چه؟ صدا آمد از خانه و بعد چند پسر 13-14 ساله از خانه بیرون شد. او نادر را دیده با او دستکی سلام کرد. این عمکت ژورنالیست. با شاگردانش آمدند. شب مهمان ما می شوند. حاضر به عمکت حولی را نشان ده. خوب شده است. رفتیم عمک، گفت شرف جان. آنها سیری باغ کردند. شرف جان درباره درختان چون یک اگرنام معلومات میداد. معلوم شد که این باغ را خود او نگاه بین می کرده است. در باغ میوه درختان سیب پیشپزک و آلو و زردالو پخته بودند. وقتی که آنها از سیر باغ برگشتند لطفیه در مهمانخانه دسترخوان گسترده بود. شما گذشته استراحت کنید. شرف جان رفته شاگردتان را میارد. پس من به او زنگ میزنم تا در نزد مکتب انتظار شود، گفت نادر تلفن را به دست گرفته. شرف جان، در نزد مکتب یک ماشین مرسدس ایستاده است. راننده آن شاگرد عمکت. او را با ماشینش گرفته به خانه بیار. شرف جان برای احسان رفت. پسرتان بسیار قابل. همین خیل او را تربیه کرده ایستادم. من و او در این خانه تنهاییم. همه کار خواجگی به دوش اوست. البته گاو و مالی زیاد نداریم. تشویشش زیاد. ولی در ده زندگی کرده بی گاو و مال نمی شود. یک گاو و گوساله و چند بز و گوسفند دارم که به پاده می روند. کاه و خاشاک آنها را می خرم. چند سر مرغ را نیز برای تخمش نگاه می داریم. باغ را باشد شرف جان عهده می کند. آبچکاری هم زیاد نداریم. برای خود یگان پل پیاز و گشنیز و یگان جویه پامیدار و بادرینگ، قلنفور بلغاری، کرم، بایمجان و غیره کاریده ایم که خیشاوهش را وقت یافته من میکنم و کلندش را شرف جان. اینجا بازار نیست که یک بنچه کبوتی را از آن بخری. همهش باید از حوله خودت براید. بله، سنگین است زندگی دهات. شما با خود لباس های سبک دارید؟ بله، در ماشین. پس می توانید دوش کرده لباستان را تغییر دهید و براحت استراحت کنید. من باشم از پی خوراک شام می شوم. برایتان چی پزم؟ سوال کرد او. هر چیزی که دلتان خواهد. برای مهمان آش پلو می پزند. نه نمی گویم. شما از این قند و قرص خورده استید. چای کبود دم کردم. من تخمین کردم که این خیل مرد توانا حتما چای کبود می نوشد. شما خطا نکردید. خوب، من رفتم. اگرچه نمی خواهم از براتان دور شوم. پس من به شما کمک نکنم؟ نه، هرگز. خوراکپزی کاری زن است، گفت لطفیه و از مهمانخانه بیرون برآمد. بعد چند احسان هم رسیده آمد که از این سفر تأثیرات زیادی برداشته بود.
او بار اول با آدمان دهات که صمیمانه صحبت میکردند واخورده بود. بگاه لطفیه ضیافت خوبی آراست. آش پلوی پخته‌اش خیلی لذیذ بود. شرف جان و لطفیه با مهمانان سر یک دسترخوان نشسته بودند و تا ساعت 10 در موضوع گوناگون صحبت کردند. معلوم شد شرف جان شعر مشق میکرده است. با خواهش مادرش او دفتر شعرهای شاگردانش را آورد. نادر آنها را خوانده مصلحت‌ها داد و گفت که بیشتر شعر شاعران کلاسیک را از یاد کند. شرف جان استعداد شعرگویی داشت. تنها آن را انکشاف دادن لازم بود. نهایت چشمان احسان پوشیده شدن گرفتند. نادر به دسترخوان دعا کرد. خیزید خواب روید. در قبط دویم در دیوانها رخت خوابتان آماده است، گفت لطفیه به مهمانان. میبخشید که تشویش میدهم. من در خوابم سخت خوراک میکشم و مثل ترکتار. برای احسان را بیدار نکردن جاگه مرا همینجا اندازید. همینجا در زمین بالای فرش میخوابید؟ سوال کرد لطفیه. بله، گفت نادر و به لطفیه چشمکی زد. خوب، وقتی نادر و احسان دستشویی برآمدند، لطفیه در مهمانخانه جاگه گسترد و به آنها شب خوش خواسته با شرف جان به خانه دیگر رفت. احسان به قبط دویم برآمده خوابید. نادر در قبط اول به جاگه در آمد و بعد لحظه صدای خوراکشیش بلند شد. زنگ ساعت تلفن لطفیه را بیدار کرد. ساعت 10 دقیقه کم 6 بود. او دست و رویش را شست و گاو را دوشیده به پاده هی کرد. سپس او در تردد تیار کردن ناشتا شد. نادر گفته بود که او صبح 2 دانه تخم جوشانده شده میخورد. لطفیه برای خودش و احسان و شرف جان شیر برنج پخت. ناشتا تیار. گفتن لطفیه او را از خواب بیدار کرد. ساعت 7 شده بود. نادر برای دستشویی بیرون برآمد. در حوله احسان و شرف جان صحبت داشتند. لطفیه زود جاگه را جمع کرده دسترخوان گسترد. آنها همه یک جایه ناشتا کردند. نادر به دسترخوان آمین کرد. شرف جان دسترخوان را غنداشت. شما استراحت کنید. من به کار می روم. اگر معلم سفرعلی از ولایت برگردد، شما را دیرکتور مکتب آگاه می کند، گفت لطفیه و از خانه برآمد. احسان و شرف جان نیز از خانه برآمدند. شرف جان با پامیدار و با درینگ آب ماندنی بود. احسان به او کمک کردن می‌خواست. نادر دراز کشید تا دم سری خوابش را گیرد. زنگ تلفن نادر را از خواب بیدار کرد. پولادوف، دیرکتور مکتب زنگ زد که سفرعلی آمده است. نادر زود لباسهای کوچرویش را پوشید و احسان را آگاه کرد که به مکتب می‌روند. احسان ماشین را از حوله برآورد. آنها با شرف جان خیر و خوش کرده به راه برآمدند. دیرکتور آنها را در صحن مکتب انتظار بود. بعد سلام و حال پرسی او گفت که معلم سفرعلی او را در مکتب انتظار است. آنها وارد مکتب شدند. احسان باشد به ستیلچه آب گرفته به ماشین شویی شروع کرد. پولادوف نادر را به کابینتش برد و سفرعلی را به آنجا دعوت کرده آنها را تنها گذاشت. نادر با سفرعلی که همسال خاشاکوف می نمود سلام و حال پرسی کرد و سر مقصد آمد. معلم، من با شما درباره همسلاحتان تبرعلی خاشاکوف صحبت کردنی هستم. شما چند سال با هم بودید، او را نغز می دانید. میل، شما پرسید، اگر من دانم می گویم. تا که شما با هم بودید و رفت و آد داشتید؟ ما 3 نفر، من و تبرعلی و تشبای دوستانی نزدیک بودیم. در اکثر عملیات های دوره جنگ با هم بودیم. همان وقت تا جرگتا رفته رسیدیم. من همانجا از پایم یردار شدم. بعد تبرعلی وظیفه گرفت و بیزنس کرد. من به معلمیم برگشتم. وی رفیق دیگرتان چیکار میکند؟ تشبایی که تا جنگ شافیر بود بعد جنگ بیکار ماند. ماشین های افتبز را به یغما برده بودند و خودش را سابق دیرکتور خریده بود. او بیزنس کردنی شد که نتوانست. بعد ناچار بر روسیه رفت. من دیگر او را ندیدم.
شنیدم که با کسی جنگ کرده او را کار زده است و به 10 سال زندان شده است. تبرالی در جنگ چخیل بود. او خیلی بیرحم بود. نه به پیر و جوان نه به زن و کودک رحم نمی کرد. مخصوصاً اگر دختران نابالغ را بیند دیوانه می شد. بعضا این کار را در پیش والدان دخترها می کرد و همه آنها را می پراند. چقدر خانه ها را غارت کرده بود من نمی دانم. پول اولینش را برای تجارت از غارتگری یافته است. همه این را در پیش چشمتان می کرد. شما چیزی نمی گفتید. چی می گفتیم؟ تبرالی کماندیرمان بود. او در این حالت دیوانه می شد. اگر گپش را گردانی می پراند. یک مرتبه تشبای برزیدش برآمد که این ناانسانیش را نکند. آنها هم تاجیکند، ولی تبرالی او را گوش نکرد. بعد این تشبای از پایش تیر خورده به گاسپیتال افتاد. بعد 2 هفته من هم یره دار شدم. تبرالی را باری آخر کی دیدید؟ هر دفعه که به قشلاق آید مرا به خانه‌اش دعوت میکرد. مرتبه آخر در نوروز همین سال دیده بودم. به شما یگان کمک میکرد؟ نه، یک وقت بعدی از گاسپیتال آمدنم یک ماشین ژیگولی کهنه تحفه کرد که حجت نداشت. من آن را برده به میلیسه سپاریدم. در وقتی در ناحیه و ولایت کار کردن تبرالی با او کی نشست و خیز میکرد. من این را چندان خوب نمیدانم، ولی یک نفر از سربازان سابق که گرگک بنگی میگفتند یاردم چیش بود. به نظر شما خاشاکوف را برای چی کشتند؟ مگر این خیل آدم را نکشته میمانند؟ برای صحبت تشکر. رقم تلفنتان را گویید. اگر مبادا یگان چیز لازم شود میپرسم. مرحمت نمیسید. رقم تلفنش را گفت سفرعلی. شنوندگان گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی قصه دتکتیوی قصاص نامسری روزنامه‌نگار جاوید مقیم در پیشنهاد راوی دلشاد الصمدوف و کارگردان اصحاب یوسف شنیدید. انجام گفتار 7.